یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نگیرید شما کسانی را که گرفتن دین شما را هزوا و لعبا، استهزاء و مسخره و بازیچه، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از آنهایی که کتاب داده شدن قبل از شما، والکفار، کسانی که کفار هستند، شما اینها را نگیرید اولیاء. اینها را چی نگیرید؟ دوست نگیرید. اولیاء مفعول دوم لا تتخذوا هست. اینها را دوست نگیرید. واتقوا الله، نسخه عمل، بترسید از الله در رابطه با دوستی با کفار. ان کنتم مؤمنین، مقتضی ایمان. اگر ایمان مقتضی چی است؟ مقتضی عدم موالات است. اگر ایمان دارید با کفار دوست نباشید. چرا؟ این علت اول بود که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. علت دوم، و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها، هرگاه شما ندا میکنید به سوی نماز، اتخذوها، نماز را مسخره میکنند، هزوا و لعبا، استهزاء و بازیچه. علت استهزاء چیه؟ الله می فرماید ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به سبب این هست که اینها قومی هستند که عقل ندارند، دین را درک نمی کنند.